قاعده 62. مفهوم صفات را با اقسام آن بدانیم. خب صفت در لغت به معنای نشانه هست. صفت از وصف گرفته شده که به معنای نشانه هست و در اصطلاح اسم را میگن که دلالت به بعض احوال ذات میکنه. در اصطلاح اسم است که دلالت به بعضی از صفات میکنه. صفت به کل صفاتش نمیگن، یک صفت دلالت به یک صفتش میکنه. خب مثلا صفت علم که دلالت به علم میکنه و صفت قدرت که دلالت به چی میکنه؟ به قدرت میکنه. مثلا صفت صبر که دلالت به صبر میکنه. همچنان میتوان گفت که صفات الله سبحانه و تعالی، صفات الله چه قسم میتونیم صفات الله را تعریف کنیم؟ میگیم صفات الله صفات کمال هستند، صفات کمال هستند که به ذات خالق متعال قائم می باشند.